بسم الله الرحمن الرحیم. من ساسان شرقی هستم. بنابراین نیست که چند دقیقه رو در مورد خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و عواملی که این خطر رو افزایش میدن خدمتون مطالبی رو عرض بکنم. به عنوان مقدمه عرض بکنم که ما با بیماری مواجه هستیم که اگر بیماریش رو خوب کنترل نکنه، توجه به این قیود بفرمایید، اگر بیماریش رو خوب کنترل نکنه تمام اعضا و جوارح بدنش از مو تا ناخن تا قلب و کلیه و کبد و اینها درگیر خواهند شد و بیماری دیابت بر اونها اثر سوء خواهد داشت. حالا بعضی از اینها مهمتر هستند، مثل قلب، مثل کلیه، مثل چشمها، مثل اندام تحتانی یا پاها به قول مردم، که اینها رو در واقع بیشتر ما روشون تاکید داریم و بیشتر در جهت جلوگیری از درگیریشون کار میکنیم، ولی همه جای بدن در واقع مبتلا خواهند شد و کسی که دیابت داره، اگر، باز هم تاکید میکنم، اگر بیماریش رو کنترل نکنه، قند خونش رو کنترل نکنه، چربی خونش رو کنترل نکنه و فشار خونش رو کنترل نکنه، در سن 60 سالگی نسبت به یک فرد غیر دیابتی 60 ساله امید به زندگیش 12 سال کوتاه‌تر خواهد بود، اگر که قلبش هم درگیر باشه. اگر قلبش درگیر نباشه 5 الی 7 سال امید به زندگیش متاسفانه کمتر خواهد بود. خب حالا ممکنه که دوستان تصور بفرمایند که عمر دست خداست و نمیدونم بالاخره هر کسی طول عمری داره و اینها. یه خورده قصه رو شورترش میکنم. در اون سالهای زندگی هم اگر که فردی قند خونش رو فرد دیابتی قند خونش رو کنترل نکرده باشه، کیفیت زندگی خوبی هم نخواهد داشت. چرا؟ ببینید، دیابت شایع ترین عامل کوری در دنیاست. کوری غیر ضربه‌ای. شایع ترین عامل دیالیز و پیوند کلیه در دنیاست. شایع ترین عامل قطع پای غیر ناشی از غیر تصادف در دنیاست. یعنی اینکه در هر 20 ثانیه یک نفر در دنیا داره پاش در اثر دیابت قطع میشه. خب بنابراین کیفیت زندگی هم در سالهایی که فرد زندگی میکنه کیفیت زندگی خوبی نخواهد بود و با در واقع رنج زیادی همراه خواهد بود اگر قند خونش رو و فشار خونش رو و کلسترول خونش رو یا چربی های خونش رو کنترل نکنه. اگر کنترل بکنه همه اینها قابل پیشگیری خواهند بود. شاید بهترین راه برای اینکه این وقایع اتفاق نیفته و با این آثار مخوف در واقع مواجه نباشیم، جلوگیری از بروز دیابت باشه. از اون عددی که خدمتتون عرض کردم 5، 6، 7، 8 میلیون نفر در ایران، 95% بیماران دیابتی نوع 2 هستند. یعنی اینکه کل دیابتی های نوع 1 چیز حدود 500-600 هزار نفر هستن، مابقی دیابتی های نوع 2 هستن. در همه جای دنیا اینطوره و دیابت نوع 2 خوشبختانه بیماری است که قابل پیشگیریه. اگر ملاحظه بفرمایید، در همه جای دنیا، ایران، خاورمیانه، منطقه و جهان، دیابت پا به پای چاقی و دست در دست چاقی پیش میره. ما یک سری عوامل خطری داریم برای بروز دیابت، یعنی کسی که این عوامل درش وجود داشته باشند خطر بروز دیابت درش زیاد میشه. خب گروهی از این عوامل کارشون نمیشه کرد، هستن، مثل زمینه ارثی، مثل نژاد، مثل حالا به نوعی میشه گفت مثلا فشار خون یا چربی خون بالا.
ولی گروهی از این عوامل قابل پیشگیری و قابل تغییر هستند، از جمله چاقی، از جمله کم تحرکی، از جمله در واقع تغذیه نامناسب. اینها رو میشه که اصلاحشون کرد و ما اگر عوامل خطر رو اصلاح بکنیم و جلوی فقط چاقی رو بگیریم، تعداد بیماران دیابتی رو که ایجاد خواهند شد 70 تا 80% میتونیم جلوشون رو بگیریم، کمشون بکنیم. و این یعنی اینکه بیماری مهار میشه، یعنی اینکه بیماری طی 5 سال آینده، 10 سال آینده در ایران 2 برابر نمیشه، یعنی اینکه نصف هزینه‌های بهداشتیمون دیگه صرف دیابت نخواهد شد. چجوری جلوی چاقی رو بگیریم؟ اولا که چاقی یعنی چی؟ چاقی یعنی کسی که شاخص توده بدنیش بیشتر از 30 باشه یا اگر بیشتر از 25 باشه میگیم که اضافه وزن داره. شاخص توده بدنی یعنی چی؟ یعنی عدد وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور عدد قد بر حسب متر. یعنی آدم 1 متر و 70 سانتی مثلا 170 سانتی میشه 1.7 قدش دیگه. 1.7 به توان 2 عدد وزنش هم تقسیم برش میکنه. یا یک معیار دیگه‌ای وجود داره که دور کمر هستش، یعنی اینکه بین پایین ترین دنده تا استخوان لگن اگر که باریک ترین جاش رو در نظر بگیریم و دورش رو با یه متر پارچه‌ای اندازه گیری بکنیم، در ایران چه در خانم ها چه در آقایون اگر بالای 95 سانت باشه چاقی محسوب میشه، یعنی اینکه این فرد یکی از عوامل عمده خطر ابتلا به دیابت رو داره. خب با رفع این عامل خطر تا حدود بسیار زیادی احتمال ابتلا به دیابت هم کم میشه. بسیار زیادی یعنی 70-80%، 60%، 70% کم میشه. این در واقع مطالعات بسیار قوی وجود داره. خوشبختانه از هموطنان ما هم در دنیا جزء لیدرها و هدایت کننده های مطالعات در این زمینه بودند و در دنیا همشون قابل قبول و پذیرفته شده هستند که ما با اصلاح شیوه زندگی چیزی حدود 70% جلوی بروز دیابت رو میتونیم بگیریم. یکیش هم نیست که گفتم جلوی چاقی رو بگیریم. یعنی چی کار کنیم که جلوی چاقی رو بگیریم؟ یعنی اینکه یه خورده فعالیت بدنی در روز داشته باشیم، دائم یک جا ننشینیم. 150 دقیقه در هفته اگر فعالیت داشته باشیم کافی. 150 دقیقه در هفته یعنی 20 دقیقه در روز تقریبا. 20 دقیقه در روز رو میتونیم بشکنیمش. چقدر فعالیت کنیم؟ انقدر که یه ذره به نفس زدن بیافتیم، یه ذره، خیلی نه. یعنی یه راه رفتن یا پیاده روی سریع، یه ذره سریع. لازم نیست حتما بدویم، لازم نیست از دستگاه ها یه موجود در باشگاه ها حتما استفاده بکنیم، حتی لازم نیست بیرون بنیم. گاهی اوقات در شهرهای بزرگ بهانه آلودگی هوا و اینها گرفته میشه. بسیار خوب، داخل یک اتاق 3x3 هم میشه قطر اتاق رو 20 بار 30 بار 40 بار پیمود و این کار رو تکرار کردیم، میشه یه فعالیت بدنی. حتی اگر زانوان مشکل دارند، اگر کمر مشکل داره، فرد قادر به راه رفتن نیست، کافیه که یه بطری آب معدنی نیم لیتری رو توی دستش بگیره دوتا و عرض به حضور که حرکات متناوب سریع بکنه تا اینکه یه خورده جریان خونش بیشتر بشه. بنابراین به راحتی میشه فعالیت بدنی رو اونطور که تعریف شده به حد مطلوب رسوند. در مورد تغذیه هم همینطوره. ابداً لازم نیستش که حتما نهار جوجه کباب خورده بشه و شام استیک خورده بشه که فرد جلوی چاقیش گرفته بشه یا لاغر بشه، یا اینکه از رژیم‌های آنچنانی استفاده بکنه، کتوژنیک و غیر کتوژنیک و نمیدونم رژیم ماداگاسکاری و اینها. هیچ کدوم اینها مزیتی بر یک رعایت اعتدال معمول در رژیم غذایی، در برنامه غذایی رو مزیتی برش ندارند.
یعنی اینکه کافیه که ما همون توصیه قرآنی رو که کلوا واشربوا ولا تسرفوا رو رعایت بکنیم، همه چیزی هر نوع ماده غذایی رو استفاده بکنیم ولی به اندازه زیاده روی نکنیم. زیاده روی هم تقریبا همه مردم میدونن چیه دیگه، هر کسی خودش متوجه میشه که آیا داره زیاده روی میکنه یا نه. اگر خودش متوجه نمیشه کافی است که یک بار به یک کارشناس تغذیه یا یک متخصص تغذیه مراجعه بکنه و بپرسه که من برای اینکه زیاده روی نکرده باشم چه مقدار از هر غذایی رو بایستی که در روز مصرف بکنم. یه مقدار در واقع یک حدودی از مقدار دستش بیاد کافی است برای اینکه اون رو برای همیشه زندگیش رعایت بکنه. این اگر بخوام بگم که از عوامل خطر ابتلا به دیابت کدامشون از همه مهمتره و کدامشون قابل پیشگیری داره، یکی رو بخوام بگم همینه: چاقی که چه کنیم؟ ورزش بکنیم، فعالیت بدنی داشته باشیم. فعالیت بدنی میتونیم از پله بریم بالا، میتونیم به جای اینکه از کنترل ریموت در واقع تلویزیون یا وسایل صوتی استفاده بکنیم، بلند شیم بریم اون رو از روی دستگاه تنظیمش بکنیم. فعالیت بدنی یعنی اینکه میخوایم بریم مغازه حتی الامکان از وسیله نقلیه استفاده نکنیم، یا اگر میکنیم لزومی نداره که دوبله و سوبله حتما الا و بلا جلوی در مغازه پارک بکنیم، یا خود دورتر هم پارک بکنیم و کمی راه بریم، فاجعه‌ای رخ نمیده بلکه اثرات بسیار خوبی داره. البته عوامل خطر دیگری هم وجود دارند طبعا. همونطور که عرض کردم یه گذرای اشاره‌ای بهشون کردم، کسی که مثلا تریگلیسیرید خونش بالاست، این فرد باید که تریگلیسیرید خونش رو بیاره پایین، چون علاوه بر تبعات مستقیم ناشی از تریگلیسیرید بالا احتمال بروز دیابت درش زیاد میشه. مصرف دخانیات و سیگار احتمال بروز دیابت رو زیاد میکنه. سابقه خانوادگی مثبت احتمال بروز دیابت رو زیاد میکنه. اگر کسی در خانوادهش وجود داره به نکاتی که تا حالا عرض کردم بیشتر بایستی توجه بکنه و بیشتر باید رعایت بکنه. یک نژادهایی پرخطرتر هستن، مثلا آسیایی های جنوب شرقی، اهالی کشورهایی مثل کامبوج و ویتنام و نمیدونم اینها، تایوان و اینها. و عرض به حضور که یا کسی که مثلا در بارداریش نوزادی رو به دنیا آورده که بیش از 3.5 کیلو بوده، یا کسی که مادرش دیابتی بوده، یا کسی که در بارداری مبتلا به دیابت شده بوده، یا کسی که فشار خون بالا داره. این عوامل عرض کردم بعضیاش قابل اصلاحن، بعضیاش نیستن. فشار خون رو میشه اصلاح کرد، تریگلیسیرید بالا رو میشه اصلاح کرد، سیگار رو میشه ترک کرد و همونطور که عرض کردم شیوه زندگی رو میشه تغییر داد. با این روش ها کافی است که اگر کسی چاقه 5% از وزن بدنش کم بشه. انتظار نداریم که افراد چاق تبدیل به عروسک های باریک بشن، بلکه کافی 5%، یعنی آدم 100 کیلویی رو که در نظر بگیرید کافی 5 کیلوگرم از وزنش رو کم بکنه. به مقدار بسیار قابل توجهی خواهد توانست با این 5 کیلو کاهش وزن جلوی بروز دیابت رو بگیره. و در واقع اگر بخوام جمع بندی بکنم، توجه بفرمایید، من عمده تمرکز عرایضم بر این بود که به نوعی میشه گفتش که ما درست زندگی کنیم، یعنی فعالیت بدنی داشته باشیم و عرض به حضور که در مصرف مواد غذایی رعایت جنبه اعتدال رو بکنیم. به نظر میرسه که ثابت شده، با روش‌های علمی بسیار دقیق ثابت شده که با این اصول اولیه، با رعایت این اصول اولیه، ما به راحتی میتونیم جلوی شیوع و افزایش شیوع دیابت رو چه در سطح فردی چه در سطح اجتماع بگیریم.
تشکر میکنم از حضورتون و از اینکه حوصله کردید.